به نام خدا شروع می کنیم داستان امروزمون رو با قصه خرگوش و لاک‌پشت. روزی در جنگلی سرسبز و زیبا خرگوشی زندگی می کرد. او همیشه از این که خیلی تند می دوید به خودش می بالید. هر روز جلوی حیوانهای دیگری می پرید و با صدای بلند می گفت من از همه سریعترم. هیچ کس توی این جنگل به گرد پای من هم نمی رسه. گنجشک‌ها روی شاخه‌ها می‌خندیدند، آهوها شانه بالا می‌انداختند و سنجاب‌ها سرشان را تکان می‌دادند. همه از غرور خرگوش خسته شده بودند. یه روز لاک‌پشت آرام و صبوری که همیشه با حوصله کارهایش را انجام می‌داد، گفت خرگوش جان، به نظرم خیلی مطمئن از خودت حرف می‌زنی. شاید تند بدوی اما سرعت همیشه مهم نیست. پشتکار و صبر هم مهمه. خرگوش قهقهی زد و گفت ها ها ها، صبر تو با اون پاهای کوچیک و سنگینت از من حرف از صبر میزنی؟ میخوای مسابقه بدیم تا همه ببینن چقدر کندی؟ لاک‌پشت با لبخند جواب داد قبوله، مسابقه بدیم. ببینیم کی برنده میشه. همه حیوانهای جنگل از شنیدن این خبر هیجان زده شدند. پرنده ها خبر را پخش کردند و گفتند فردا صبح مسابقه بزرگ خرگوش و لاک‌پشت برگزار. صبح روز بعد هوا آفتابی و دلانگیز بود. در کنار یک مسیری بلند و خاکی حیوان‌ها جمع شدند. روباه داور مسابقه بود و گفت هر دو آماده اید؟ وقتی بگم 3، 2، 1 مسابقه شروع میشه. خرگوش پاهایش را کش و قوس داد و گفت من زودتر از همه برمیگردم. لاک‌پشت نفسی عمیقی کشید و گفت فقط باید آرام و پیوسته برم، عجله نمیخوام. روباه فریاد زد 3، 2، 1 شروع. خرگوش مثل برق دوید و در یک چشم هم زدن از دید همه ناپدید شد. اما لاک‌پشت آرام و بی صدا قدم برمی داشت. هر قدمش کوچیک بود اما مطمئن و ثابت. خرگوش بعد از مدتی به پشت سرش نگاه کرد و دید لاک‌پشت هنوز خیلی دوره. خندید و گفت بیچاره هنوز همونجاست، بذار کمی بخوابم بعد ادامه میدم. باز هم زودتر از او میرسم. خرگوش کنار یک درخت تنومند نشست، چشمهایش را بست و خوابش برد. در همین زمان لاک‌پشت آرام آرام از تپه بالا رفت. از کنار درخت گذشت و با خودش گفت خرگوش هرچی بخوابه من فقط ادامه میدم. هیچ وقت نمی ایستم. ساعتی گذشت، پرنده ها آواز می‌خواندند و نسیم آرامی می‌وزید. خرگوش هنوز در خواب بود ولی لاک‌پشت با صبر و پشتکار پیش رفت. وقتی خرگوش از خواب بیدار شد، آفتاب در آسمان بالا آمده بود. کش و قوس آمد و گفت اوه چه خوابی خوبی بود. حالا ببینم اون لاک‌پشت کجاست. به اطراف نگاه کرد و با تعجب دید لاک‌پشت نزدیک خط پایان است. خرگوش وحشت زده شد، با تمام سرعت دوید و اما دیگر دیر شده بود. لاک‌پشت همان گام‌های آرام از خط رد شد و داور فریاد زد برنده لاک‌پشته. همه ایوان‌ها خوشحال شدند و برای لاک‌پشت دست زدند. خرگوش سرش را پایین انداخت و گفت من باختم چون مغرور بودم و فکر کردم همیشه برنده‌ام. لاک‌پشت لبخند زد و گفت خرگوش جان، مهم نیست کی زودتر میره. مهم اینه که هیچ وقت تسلیم نشی و راهت را اینم نتیجه قصه ما. کسی که با صبر و پشتکار جلو میره حتی از تندروترین ها هم جلو میزنه. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب